اطفال دوست داشتنی و نازنین سلام. امیدوار هستم صد سلامت باشین. درس گذشته تانه یک صفحه درس هی را گفته بودم نوشته کرده باشین. چینل تانه لایک و سابسکرایب کنین و با دوستای دیگه هم شریک بسازین. و باز هم ما امروز درس خود با چی آغاز میکنیم؟ با کلمه شریف بسم الله الرحمن الرحیم. چون ما شکر مسلمان هستیم، هر کار نیکه درس خود را و قبل از اینکه بخوابیم، قبل از اینکه درس خود شروع کنیم، با بسم الله الرحمن الرحیم درس خود را شروع میکنیم. ببینیم درس امروز ما درس چندم است؟ درس نهم. ما نهمین حرف الفبا را میخوانیم. ببینین نوره بدری چه قسم نوشته کردن. با لسان خود ما نوره این قسم نوشته میکنن و به انگلیسی هم به این شکل نوشته میکنن. و بعد از او ببینیم کدام حرف از حرف نهم؟ حرف خ. حرف خ بالای سر خود یک نقطه داره. حرف ه هیچ نقطه یک نقطه داره. حرف ه هم مثل حروف دیگه 3 صدا داره. خ، خ، خو. خ، خ، خو. حالا ببینیم که حرف خ در کدام کلمات می آید. اولین کلمه را ببینیم که خ، خط. خط خو مشناسیم. وقتی که کسی با کسی یک مطلب را نوشته میکنن او را خط میگن. خ، خط. ای چی است؟ ای پاکت های خط است. وقتی که خط را نوشته میکنن در بینش میمانیم خ، خط. ای پاکت خط است. خ، خط. ببینین چه خوب پاکت های مقبول شیرچایی است. خ، خط. و ایم به لسان انگلیسی کسی خط نوشته کرده و در پاکت انداخته. خ، خط. حال ببینیم که دومین کلمه را که ما براتان انتخاب کردیم که در حرف خ استعمال شده چی است؟ خ، خانه. خ، خانه. چه خوب خانه مقبول است. تصویر یک خانه مقبول. خ، خانه. خ، خانه. حرف اول خانه چی است؟ خ. خ، خانه. خانه های مقبول. حرف سوم که براتان انتخاب کردیم بسیار شما دوستم دارین، خرگوش است. خ، خرگوش. خ، خرگوش. 2 تا خرگوشک های مقبوله. ببینین که در پالوی هم شیشتن. خ، خرگوش. اینجا خرگوش ها پیش گل هاست. چقدر مقبول معلوم میشه. خ، خرگوش. خب حالا ببینیم که باز خ در کدام کلمه آمده. خ، خرس. این بار خ تلفظ میشه. خ، خرس. خرس یک حیوان است. در کشور ما پیدا نمیشه اما در دیگه ممالک پیدا میشه. خ، خرس بسیار یک حیوان بزرگ است. خ، خرس. باز ببینیم که خ در کجا آمده، در کدام کلمه. خ، خیز. خیز شما میفهمین؟ خیز. اینه ببینین این یک سپورتمین است. خیز زده از بالای میله. خ، خیز. خ، خیز. باز ببینیم که خ در کدام کلمه آمده. خ، خوگ. خوگا یک حیوان است. حالا من تصویرش براتان میارم که شما بشناسین. خ، خوگ. ایره خوگ میگن و گوشتش برای مسلمان ها حرام است. کسی گوشت ایره نمیخوره. خ، خوگ. اینجا 2 دانه 3 دانه خوگ است. خ، خوگ. خ، خوگ. حالا بیاین که دیگه ببینیم که در چی کدام کلمه آمده. خ، خون. خ، خون. و حال ترانه خ خرگوش هم میخوانیم. خ، خرگوش. خیز بزن خرگوش من،
زیبا و باهوش من، دوستت دارم همیشه، سفید درازگوش من. خدا کنه خوشتان آمده باشه. حال شما با ما یک جای این ترانه را بخوانید. خرگوش خرگوش بزن خرگوش من، زیبا و باهوش من، دوست دارم همیشه، سفید درازگوش من. باز بخوانیم. بزن خرگوش من، زیبا و باهوش من، دوست دارم همیشه، سفید درازگوش من. آفرین، بسیار مقبول خواندین، بسیار خوب خواندین. و شما این بار حرف خیر یک صفحه در کتابچه مقبولتان نوشته کنین و پدر جان و مادر جانتان نشان بتین و بعد از او ما و شما درس ما خلاص است. خدا حافظ.